رئیس جمهور دونالد ترامپ در فلوریدا بود که نخستین خلاصه‌های تحقیق نشر شد که بر ریاست جمهوریش سایه افکنده است. 2 روز پیشتر رابرت میولر مفتش ویژه بعد از 2 سال تفتیش پرونده را به ویلیام بر دادستان کل آمریکا سپرد. سوالهای اصلی تحقیق این بود: آیا ترامپ و یا همراهانش در انتخابات سال 2016 با روسیه همدستی کردند و آیا ترامپ به تحقیقات ممانعت میکرد؟ دادستان کل آمریکا روز 24 مارس خلاصه 4 صحیفه‌ای تحقیق را نشر کرد. پیش از نشستن به هواپیما ترامپ گفت خلاصه این است که او هیچ گناه نکرده است. عاری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهور شما چنین روزها را از سر گذراند. با تکیه به خلاصه معلومات خدمات اطلاعاتی آمریکا که روسیه به انتخابات سال 2016 مداخله کرد در تحقیق آمده است، مفتش خاص معلوم نکرد که ستاد ترامپ و یا یگان شریک آن در تلاش‌های حکومت روسیه همدستی و یا با آن مصلحت کرده باشند. دادستانی کل همچنین نوشته است شواهدی که مفتش ویژه جمع آورده است برای معلوم کردن آن که رئیس جمهور مانع تحقیق و یا عدالت شده است کافی نیست. این زمان خلاصه رابرت میولر این است که رئیس جمهور اگر جنایتی هم نکرده باشد اما بگناه هم اعلان نشده است. رهبران حزب دموکرات در پارلمان نانسی پلوسی و چک شومر با نشر بیانیه مشترک گفتند با نظرداشت آن که گزارش میولر رئیس جمهور را از اتهام ممانعت به عدالت عاری نمی‌داند، مهم است که گزارش کامل و سندهای ضروری به هیچ تأخیر دسترسی جامعه شود. جری ندلر از کمیته دادگاهی سنا گفت گزارش مذکور نظر به جواب سوالهای زیادتر ایجاد کرد. مفتش ویژه رئیس جمهور را عاری از گناه نمی‌داند، هرچند دادستان کل ظاهراً نخواسته است از این بیشتر بگوید و خلاصه ها را آشکار کند. ما نمی‌توانیم به تفسیر خلاصه های شتابکارانه و یک طرفه واقعیت ها تکیه کنیم. بر اساس تحقیق میولر تا حال چند نفر از اطرافیان ترامپ بازداشت، متهم و زندانی شدند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بعد از 22 روز کار از مقامش رفت، بعد دروغگویی به FBI گناهکار دانسته شد. او دایر به ارتباطش با روس‌ها دروغ گفته است. مایکل کوین وکیل خصوصی و دیرینه ترامپ برای نقض معیارهای سرمایه‌گذاری انتخابات، سرپیچی از پرداخت مالیات و دروغگویی به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد. پول منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را سال 2018 برای جنایت‌های مالی به 7 سال زندان محکوم کردند.